نگو آسان وقتی داری این ویدیو رو میبینی. آره درست شنیدی. یه چالش برات دارم. قانونش خیلی ساده است. تا آخر ویدیو نباید بگی آسان. ولی حواست باشه 95% آدم‌ها این چالش رو میبازن. قوانین: اگه ویدیو رو رد کنی یا نصف رهاش کنی. اگه سرعت ویدیو رو ببری بالا. همه اینها مساوی است با شکست خودکار. اگر بگی آسان، خیلی آسان و یا آسان ماسان. و اگه حتی فقط به این کلمه فکر کنی، بازم باختی. خب آماده ای؟ ولی قبل از شروع فقط باهوشا میتونن لایک و سابسکرایب کنن. یه شرکت پیشرفته یه ربات ساخته که از آدم‌ها غیر قابل تشخیصه. تو میری توی اتاق، 2 نفر نشستن، ولی فقط یکیشون انسانه. فقط یه سوال میتونی بپرسی تا بفهمی کدومش انسانه. چی میپرسی؟ حالا یه چالش برات دارم. توی این ایموجی رنگ متفاوت رو پیدا کن. فقط 6 ثانیه وقت داری. حالا یه انتخاب سخت. فرض کن توی یه قایق در حال غرق شدنی و فقط میتونی یه نفر رو نجات بدی. کدوم رو نجات میدی؟ و چرا؟ گزینه 1: یه دانشمند که درمان سرطان رو کشف کرده ولی هنوز منتشر نکرده. گزینه 2: یه بچه 5 ساله با آینده‌ای نامعلوم. حالا یه سوال، کدوم یکی دروغه؟ اگه بتونی یکی از این 2 قدرت رو انتخاب کنی، کدومو برمی‌داری؟ تو آسان گفتی یا نه؟ اگه گفتی باختی. اگه نه کامنت کن ببینم چند نفر تونستن برنده بشن.